من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم آنانی هستند که صبر میکنند استقامت میکنند بر دین ابتغاء وجه ربهم برای طلب رضایت ربشان و اقاموا الصلاة و نماز را برپا می‌دارند و انفقوا مما رزقناهم و خرج میکنند از مالی که ما به آنان رزق دادیم سرا و علانیه به صورت مخفی و به صورت علنی خرج میکنند و یدرؤون بالحسنة السیئه به وسیله حسنت دفع میکنند دور میکنند سیئه را. بعضی گفتن اخلاق حسنه یعنی با اخلاق حسنه اثرات اخلاق سیئه را از بین میبرند. لذا کسانی که این صفات را دارن، ببینید این صفات را اگر شما دقت بکنید در این صفات هم عقاید است هم اعمال است هم اخلاق است، هم باز در اعمال عبادت مالی هست هم عبادت جانی هست. تمام ملاحظات تو این صفات هست. جامعیت در نظر گرفته شده، یعنی یک انسانی جامع باشد، هم عقیدهش خوب باشد هم عملش خوب باشد، هم طاعت و بندگی نمازش، هم عرض کنم که مواسات و همدردی و خرج کردن در راه خدا، هم اخلاق زیبا و نیکو، همه صفات را داشته باشد. الله می فرماید اولئک لهم عقبى الدار، اینها برایشان عاقبت دار آخرت است، یعنی نتیجه دار و عاقبت محموده زیبا پسندیده مال اینهاست. عاقبت خوب کدومه؟ جنات عدن، یعنی جنات عدن، جناتی که اونجا جای همیشگی و مسکن هستند. یدخلونها، وارد آن جنات میشوند، نه تنها خودشان، تمام اهل و عیالشان. و من صلح من آبائهم، هر کسی که لیاقت داشته باشد، صلاحیت داشته باشد. قبلا این تفسیر کردیم هم در سوره مومن هم جای دیگه که اقربایش خویشاوندانش به بهشت می روند با ایمان خودشان، موحدن، اونها هم صلاحیت به معنی ایمان و توحید. اما از نظر درجه بندی به درجه این عزیزشون نمی رسند، در طبقه پایین تری هستند. الله اینها را میبره با اونها همراه میکند. و من صلح من آبائهم، هر کسی که صلاحیت داشته باشد از پدرانشان، و ازواجهم، از همسرانشان، و ذریاتهم، فرزندان و اولادشان. والملائکة یدخلون علیهم من کل باب، اینها وقتی که در بهشت هستند ملائکه از هر دری وارد می شوند، از هر مسیری بر اینها می آیند و چی می گویند؟ سلام علیکم، سلام بر شما، از هر خطر، از هر آفت، از هر مصیبت در امان باشید ای اهل بهشت. این دعای خیر است. بما صبرتم، این سلام بر شما به خاطر چی است؟ به خاطر صبر شما، به خاطر استقامت بر دین شما که در دنیا استقامت کردید.
فنعم عقبى الدار. بسیار زیبا هست عاقبت دار. عاقبت یعنی انجام خوب، بسیار زیبا هست که انسان انجامش عاقبتش محموده باشد، خوب باشد، بهشت باشد، روح و ریحان باشد، ناز و نعمت و اکرام و پذیرایی باشد. اما در مقابل اینها، در مقابل این صفات، صفات بندگان بد، صفات بدان، الله می فرماید والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. صفاتشون را ببینید، گرچه با اون تفصیل نیست اما عکس اون صفات. اونها یصلون ما یوفون بعهد الله، اینها ینقضون عهد الله. مراد از عهد گفتیم عهد توحیدی، اینها شرک میکنن، نقض عهد میکنن. من بعد میثاقه، بعد از که عهد بستند در وادی الست. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، این فساد عمل است. اولین فساد عقیده این فساد عمل. قطع میکنند آن چیزی که خدا دستور داده وصلش بکنن. چه چیزی را خدا دستور داده وصل بکنن؟ ببین صله رحمی هم هست، اما قبل از اون وصل کردن یعنی رابطه با خدا، محبت با خدا، عبادت. اول رابطه با خداست، بعدن رابطه با خلق خداست. اما اینها همه را قطع می کنند، نه حق الله را رعایت می کنند نه حق الناس را رعایت می کنند. و یفسدون فی الارض، فساد سوم فساد اخلاق است، در زمین فساد می کنند. پس اینهایی که هم عقیدهشون خراب، هم عملشون خراب، هم اخلاقشون خراب، اولئک لهم اللعنه، این انسانها برایشون لعنت است، نفرین است، دوری از رحمت الله. ولهم سوء الدار، برای اینها دار بد است، عاقبت بد در دار بد است. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خب اینها همه دلائل بودند، بعد از دلائل صفات ذکر شدند. اکنون ادامه اون دلائل، دلائل عقلی گفتیم 8 تا تو این سوره می آید، این هفتمیش هست. ببینید رزق هم به دست الله است. حاصل این دلیل این است که الله هست به کسی میخواهد میده، به کسی میخواهد عرصه را تنگ میکند. ما میبینیم واقعا تقسیم در دنیا بر اساس صلاحیت و استعداد انسان ها نیست. من بارها گفتم خدمت شما که بسیاری افراد هستند از نظر زرنگی، از نظر استعداد، از نظر چالاکی چنان هستند که آدم میگه باید تمام دنیا را اینها جمع میکردن، تمام پولها مال اینها بود، اما اونها نان شب ندارند. زرنگ هستند ولی نان شب ندارند. هستند افرادی که اصلا رشتهشون اقتصاد است، رشتهشون بازرگانی هست، رشتهشون مادیات هست، مدیریت دارند، عرض کنم که دکترا دارند، اما چیزی گیرشون نمیاد، فقیرند، چون در تقسیم مقدرشون نیست. هستند افرادی که ما اونها را هیچی حساب نمی کنیم، نوشتن نامشون را هم بلد نیستن، از نظر سواد، از نظر زرنگی، استعداد، حرف زدن خوب بلد نیستن، ولی الله عزوجل چنان بهشون داده که نمیتونن حساب بکنن. کامپیوترها هم نمیتونن سرمایه‌شون را حساب بکنن. شما بررسی بکنی همه کسانی که الله بهشون داده از نظر ظاهری بگیم دارای استعداد هستند، نیستند. خیلی از افراد هستند که الله عزوجل همین طور بهش، چون تقسیم بر اساس دانایی نیست، بر اساس تعقل نیست، بر اساس علم و سواد نیست، بر اساس تقدیر الهی هست، او چگونه فیصله کرده. پس این هم یکی از دلائل توحید و دلائل قدرت الله. الله می فرماید الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. الله است که فراخ می کند، گسترده می کند رزق را برای کسی که بخواد از بندگانش، و یقدر و تنگ می کند برای بعضی.
و فرحوا بالحیات الدنیا زجر هست. واقعا این از نادانی افراد هست که مادیت داشته باشند و دل خوش کنند. فرح به معنی غرور میاد، مغرور بشند، چون که میدونیم که همه میبینیم که این دنیا و سرمایه دنیا چطور زائل میشه، چطور از بین میره. دیروز آقا تمام املاک را داشت، تمام بازار دست او بود، امروز از دست بدهکاران مخفی هست، جایی نمی بیند که خودش را پناه بده. لذا الله می فرماید و فرحوا بالحیات الدنیا، مغرورا به زندگی دنیا، در حالی که و ما الحیات الدنیا فی الاخرة الا متاع، نیست زندگی دنیا در آخرت یا در مقابل آخرت مگر متاع، تنوین برای تحقیر است. متاع یعنی متاع قلیل و حقیر، متاع اندک و حقیر است، بی ارزش است. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه، بازم توبیخ، بازم زجر بر مشرکان. ایراد می گرفتم بر رسول الله چرا آیه نازل نمیشه. منظور از آیه اون معجزه‌ای که مطلوبه اونها بود. اینجا الله تعالی جواب میده که آیات هدایت نمی کنند، چون هدایت برای کسی مقدر بشه بدون معجزه هم ایمان میاره. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه، کفار میگویند چرا بر او نازل نشده آیه مطلوبه از جانب رب. قل ان الله یضل من یشاء، اعلام بفرما، جواب بده ای رسول مکرم، همانا الله گمراه میکند هر کسی را که بخواهد، و یهدی الیه من اناب، و هدایت میابد بسوی الله. هدایت میشه کسی که در وجودش انابت باشد، حق طلبی باشد. با آیات، با معجزه کسی ایمان نمی آورد. اگر با معجزه حتما مردم ایمان می آوردن، فرعونیان ایمان می آوردن، یهودیان به عیسی ایمان می آوردن که بیشترین معجزات را داشت، و قوم ثمود به صالح ایمان می آورد که از دل کوه شتر را بیرون کرد. پس ایمان بر معجزه بستگی ندارد، ایمان به ازل و تقدیر انسان بسته است. هر کسی را که خدا بخواهد گمراه می کند، هر کسی که خدا بخواهد هدایت میشه. اما این را قبلا خدمت شما عرض کردم که گمراهی به سبب عناد است، هدایت به سبب چی هست؟ انابت است، که باز عناد و انابت کار خود انسان است. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. من اناب را خدا صفاتش را بیان می کند. من اناب کی هستند؟ اونایی که انابت دارند، آنهایی هستند که آمنو، از ته دل به خدا ایمان می آورند، و تطمئن قلوبهم بذکر الله، و دلشان آرامش می گیرد با ذکر الله، با یاد الله اونها فقط آرامش را دارند. اینجا ادخال الهیت در وسط. الله این مطلب را با تأکید، با کلمه تنبیه و تذکر، الا خبردار، آگاه باش ای انسان، بذکر الله تطمئن القلوب، تنها با ذکر و یاد الله دلها آرامش میگیرد. آرامش همه دلها با یاد الله است. این مطلب را الله می فرماید این یک خاصیت ذکر واقعی هست. ذکر واقعی عرض کردم، نه اینکه اون ذکری که انسان حواسش به اینجا و اونجا باشه، فقط زبانش خودش نمیدونه، دل نمیدونه چی داره میگه، گوش به حرف مردم است. الذين آمنوا، صفات دیگر من اناب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله می فرماید کسانی که ایمان آوردند، عقیده درست و عمل صالح انجام دادند، طوبى لهم، خوشا به حالشان. طوبى لهم، طوبى بعضی گفتن خوشحالی دنیا، طوبى لهم خوشا به حالشان یعنی در همین دنیا با آرامش زندگی میکنن، راحت زندگی میکنن، دغدغه ندارن.
حداقل انسان وقتی که وظیفه خودش را انجام میده، نماز را میخواند، زکات را میده، فرائض واجبات را، انسان مطمئن میشه، آرامش میگیره که الان برگردنم هیچ چی نیست، دغدغه ندارد. پس این خودش خوشی هست. طوبا لهم، این بنیست نتیجه دنیوی، و حسن مآب بنیست نتیجه اخروی. در دنیا خوشحالند آنان، و حسن مآب، و در آخرت مآب، نتیجه عاقبت زیبا برایشان هست. كذلك ارسلناك في امة قد خلت، این کاف لبیان الکمال است. این دلیل وحی است. دلیل وحی گفتیم 8 دلیل عقلی هستند و 2 دلیل وحی است و 1 دلیل نقلی. کذالک یعنی از بیان از کمال ما هست. ارسلناک، ای پیامبر ما تو را فرستادیم، فی امت، در جماعتی، در گروهی که قد خلت من قبلها امم، قبل از اینها هم امتها گذشته. این گروه، این جماعت اولین جماعت نیست. اهل مکه اولین قومی نیست که دعوت داده می شوند، بلکه قبل از اینها هستند. احوال اونها را مطالعه بکنند. لتتلو، فریضه پیامبر، چرا شما را فرستادیم؟ لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک، تاکه تلاوت کنی بر آنها. الذی اوحینا الیک، آن کتابی که ما به سوی تو وحی کردیم. ما شما را فرستادیم، اما اونها بجای وظیفه چه کار میکنند؟ و هم یکفرون بالرحمن، آنها نسبت به رحمان کفر میکنند. قل هو ربی، الله میفرماید اعلام کن، هو ربی، او رب من است. منظور مدبر و متصرف من است. اصل هو ربی چرا گفته شد؟ مشرکان میگفتن رحمان چیه؟ و اذا قیل اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، اونا میگفتن رحمان یعنی چی؟ با صفت الرحمن آشنا نبودند. الله اینجا معرفی میکند رحمان را. قل هو ربی، آن رحمان ذاتی است که رب من است، مدبر و متصرف من است. لا اله الا هو، بجز او هیچ معبودی نیست. علیه توکلت، فقط و فقط بر او من توکل کردم. فی الامور کلها، در همه امور بر رحمان توکل کردم. و الیه متاب، به سوی او هست رجوع و بازگشت به سوی رحمان است. باید او را پاسخ بدیم، باید جوابش بدیم. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، این متعلق هست، این زجر توبیخ هست، اما متصل است به و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، به اون متصل است. کفار میگفتن چرا معجزه‌ای که ما میخواهیم نمیاد؟ الله تعالی اینجا جواب میده که اگر قرآنی که به وسیله این قرآن وقتی خوانده بشه تمام کوها به سیر بیاند، تمام کوها بچرخند، برقصند، او قطعت به الارض، یا چنان قرآنی خوانده بشه که قرآن معجزه بکند، زمین را پاره کند، زمین را شکاف کند، یا چنان قرآنی که باعث بشه مردها بیان بیرون صحبت کنند. یعنی چنین معجزه ای تو بیاری بازم ایمان نمی آورن. فلا یؤمنون، جزا مقدر است. پس اینا الکی میگن چرا معجزه ای که ما میخواهیم، هر معجزه بیاری اینها ایمان نمی آورن. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، اگر قرآنی آورده بشه که سیرت به الجبال، کوها به وسیله اون سیر داده بشوند، او قطعت به الارض، یا شکافته بشه، باز کرده بشه زمین، او کلم به الموتا، یا اینکه به وسیله اون موتا به سخن بیایند، بازم فلا یؤمنون، ایمان نمی آورند. بل لله الامر جمیعا، بلکه تمام امور برای الله، در اختیار الله. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله، اینجا ییأس به معنی یعلم هست. آیا نمیدانند؟ آیا نمیدانند الذین آمنوا، مؤمنان،
که اگر خدا بخواهد لهد الناس جمیعا، همه را هدایت می کند. اگر خدا بخواهد بالاجبار همه را میگوید یلا ایمان، با اجبار و با زور وادارشو میکند. اما خدا این کار را نمی کند. چرا؟ چون که ولکن لیبلوهم، الله امتحان می کند. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه. تخویف اخروی است. الله می فرماید همواره کسانی که کفر کردند تصیبهم بما صنعوا قارعه، به سبب عمل کردشان به اونها چی میرسد؟ قارعه. قارعه به معنی مصیبت است. اینجا قبلا خواندیم قارعه اون صدای مهیب گوشخراش را میگن که جگرها را پاره میکند. یعنی اونجا همواره مصیبت، سختی به آنان میرسد. او تحل قریبا من دارهم، این در دنیاست. همیشه در دنیا برای اونها قارعه هست، مصیبت است. یک روز یک مشکل، یک روز یک مشکل دیگه. یا اینکه این قارعه و مصیبت تحل قریبا من دارهم، نزدیک خانه هایشون اتفاق میفته. حتی یأتی وعد الله، حتی که وعده الهی بیاد. ببینید از این آیه معلوم میشه که باید انسانها، مؤمنان بالخصوص، از مصائبی که اطرافشون بیخ گوششون میفته باید بترسند. مثلا یه وقتی زلزله میاد تا نزدیک استان ما، کرمان آمده، بم آمده، باید بترسیم. تحل قریبا من دارهم، همینه، نزدیک خانه ما آمده. انفجاری در شهری نزدیک شهر ما آمده، باید بترسیم. هر مصیبتی میاد باید بترسن. الله میفرماید که اینها همینطور همیشه خبرهای ناگوار میشنوند حتی یأتی وعد الله، حتی که وعده الهی میاد. ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند خلف وعده نمی کند. اون چی که وعده می کند محقق میشه. بعضی گفتن این درباره مشرکین مکه هست. الله می فرما ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه، یعنی این کفار همیشه حرفای ناگوار و مصائب ناگوار بهشون میرسد حتی یأتی وعد الله، حتی که وعده الهی یعنی فتح مکه، حتی که الله عزوجل مکه را یعنی اونها را خار و زبون میگرداند، شکست میده، مکه را فتح میکند. چنانچه شد. ولقد استهزئ برسل من قبلک، اینجا الله عزوجل پیامبرش را و نبیش را تسلی میده. هم تسلی برای پیغمبر است، هم تخویف است. ولقد استهزئ برسل من قبلک، همانا استهزاء شدند رسل و پیامبران قبل از شما. فاملیت للذین کفروا، من مهلت دادم کفار را. ثم اخذتهم، الله می فرماید بعد از مهلت من آنها را گرفتم، آنها را مؤاخذه کردم. فکیف کان عقاب، چگونه سخت بود عقاب من، عذاب من. افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت، الله می فرماید آیا اون ذاتی که قائم هست بر هر نفس، یعنی خدا که هر جا حاضر و ناظر است، قائم على كل نفس بما کسبت یعنی مع ما کسبت، بر هر انسانی، بر هر مخلوقی الله عزوجل قائم است، حاضر و ناظر است، بیننده است بر اعمالش. اون با بقیه معبودان برابر است. و جعلوا لله شرکاء، الله می فرماید این ناسپاس ها، انسان های ناشاکر برای خدا شریک قرار دادند. اون ذاتی که بر هر عملی ناظر است، هر چیزی را می بیند، همه چیز را در کنترل دارد. قل سموهم، الله الان بیان می فرماید این شریکانی که شما ذکر کردید برای خدا، سموهم یعنی اوصافشون را بیان بکنید. اینها چه کمالی دارند، چه چیزی را پیدا کردند، چه قدرتی خارق العاده ای دارند. سموهم یعنی اذکروا صفاتهم، صفاتشون را ذکر کنید. وانظروا، نگاه کنید، هل فیها ما یستحقون به العباده، آیا در وجود اینها صفتی هست که استحقاق عبادت داشته باشند؟
و یستأهلون الشرکت و اهلیت اینکه شریک خدا قرار بگیرند. آیا در میان اینها صفتی هست؟ نیست. پس چرا شما اینها را عبادت میکنید؟ ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض، یا اینکه شما به خدا داری خبر میدید چیزی که خود خدا خبر ندارد؟ ام بظاهر من القول، یا اینکه نه اینا هیچ کدوم حقیقت نیست، بظاهر من القول است، یعنی لا حقیقت له فی الباطن. جلالین گفته یعنی حرفایی که شما میگید فی الباطن حقیقتی نداره، ظاهر است فقط. شما چرا با خدا اینها را شریک میگیری؟ بر اساس چه مدرکی؟ بر اساس چه دلیلی؟ الله عزوجل علت را بیان میفرماید. بل زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل. علت اصلی تزیین شیطان است. شیطان اعمال شرکیه اینها را مزین و آراسته کرده، به چشم اینها بهترین کار را دارن میکنند. بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکه مزین شده برای کسانی که کفر کردند مکر آنان، توطئه آنان. هر توطئه میکنند فکر میکنند چه کار خوبی میکنیم. و صدوا عن السبیل، از راه باز داشته شدن. و من یضلل الله فما له من هاد، هر کسی را که الله گمراه کند به دلیل عناد، برای او هیچ هادی نیست، هیچ هدایتگری نیست. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، الله کیفر اعمال اینها را بیان می فرماید. برای اینها عذاب است در زندگی دنیا، یعنی قتل، قید، مرض، مصیبت، همه این مشکلات برای اینها در زندگی دنیاست. اما این دنیا خیلی آسان است. ولعذاب الاخرة اشق، عذاب آخرت بسیار سخت‌تر است. الله پناه بده، اون عذاب بسیار مشکل است. و ما لهم من الله من واق، برای اینها نیست من الله، یعنی من عذاب الله من واق، هیچ حفاظت کننده، هیچ کسی که اینها را محافظت کند. خب این تخویف بود، الان برای مؤمنان تبشیر، بشارت. مثل الجنة التي وعد المتقون، الله می فرماید مثال اون بهشتی که متقیان وعده داده می شوند. متقون کی هستند؟ اونهایی که می ترسند از کفر و شرک و گناه و معصیت، اونا متقی هستند. مثال بهشت متقیان یعنی صفت اون بهشت، تجری من تحتها الانهار، جاری از زیر درختان، و کاخهای النهر، اکلها دائم و ظلها. الله می فرماید که میوه های اون همیشگی و سایه های آنجا همیشگی، مثل دنیا فصلی نیست، همیشه. تلك عقب الذین اتقوا و عقب الكافرین النار. الله می فرماید این عاقبت زیبای کسانی هست که اتقوا، تقوا داشته باشند، از الله بترسند. و اما عاقبت بد کافرین النار، آتش است، اونها عاقبتشون آتش است. والذین آتیناهم الکتاب، اینجا دلیل نقلی هست. گفتیم یک دلیل نقلی تو این سوره هست، اینجا دلیل نقلی هست از اهل کتاب، از کتب سابقه در واقع. والذین آتیناهم الکتاب، کسانی که ما به آنان کتاب دادیم، منظور اهل کتاب مؤمن. یفرحون بما انزل الیک، آنها خوشحالند به اون چی که نازل میشه به شما، ایمان می آورند و خوشحالند. اما و من الاحزاب من ینکر بعضه، بعضی از گروه های اهل کتاب هستند که انکار میکنن بعضی از قرآن را. ببین همه مطالب را انکار نمیکنن، بعضی را انکار میکنن. مثلا مطالب درباره اعمال باشد، درباره اخلاق باشد، درباره معامله باشد، درباره بقیه حدود باشد، نکاح و طلاق، اینا با اونا مخالف نیستن. بعضی همونی که درباره یکتاپرستی باشد، رد شرک باشد، او را انکار میکنن. الله میفرماید قل انما امرت ان اعبد الله. از اینجا معلوم میشه که اونی که انکار میکنه کدوم است. قل انما امرت، این دلیل وحی است.
ای پیامبر اعلام کن انما امرت ان اعبد الله، جز این نیست که من امر شدم، دستور داده شدم اینکه فقط و فقط الله را عبادت کنم، ولا اشرک به، من دستور داده شدم که شریک نگیرم با خدا، شریک نسازم احدی را با او، الیه ادعو و الیه مآب، فقط و فقط به سوی او میخوانم و فقط و فقط به سوی او مآب، یعنی مرجع، رجوع، بازگشت به سوی الله است. و كذلك انزلناه حکما عربیا، الله اینجا این کاف بله بیان الکمال است، از کمال ما است که ما نازل کردیم بر تو ای محمد صلی الله علیه وسلم حکما عربیا، یک دستور العملی، یک قانونچه‌ای، آیین نامه‌ای که به زبان عربی هست، به زبان خود شما هست. بعد از این قانون نامه، آیین نامه، اگر شما از هوا و خواهشات دیگران پیروی کردید دیگه خداوند شما را حمایت نمی کند. ولئن اتبعت اهواءهم، ببین مراد از اهوا چی هست؟ اینجا بحث اهل کتاب بود. مراد از اهوا یعنی احکام منسوخه. مراد از اهوا چی هست؟ احکام بعد از اینکه احکام اونها منسوخ شد، اونها جز خواهشات هستند دیگه، هوای نفس، شما از اونها اگر پیروی کنید بترس، پروا داشته باش. بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه پیشت علم آمده، یعنی وحی آمده، قرآن آمده، بدان که مالک من الله من ولی ولا واق، برای تو من الله از عذاب خدا نیست هیچ حامی، ولی بمعنی حامی نصیر، ولا واق و نه حفاظت کننده، کسی که شما را حفاظت بکند بغیر از الله عزوجل نیست. در پایان این سوره مبارکه به بعضی از سوالات و اشکالاتی که از طرف مشرکین متوجه رسالت بود به اون سوالات جواب داده میشه، پاسخ داده میشه. یکی از عمده اشکالات اونها این بود که چرا این پیغمبر مثل بقیه انسانها نیاز دارد، زن دارد، فرزند دارد، نیاز به بازار دارد، نیاز به خرید دارد. ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. از این قبیل اعتراضات که باید صفات این پیغمبر صفات فرشته باشد، الله تعالی جواب داد که ما هرچه قبل از شما پیغمبر فرستادیم همه این گونه بودند، همه بشر بودند. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، همانا ما رسول و پیامبرانی قبل از شما فرستادیم. و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، برای آنان هم ما همسر و ذریه و اولاد قرار دادیم، اولاد داشتند، ذریه داشتند، همسر داشتند. اشکال دیگریشان این بود که چرا معجزه‌ای که ما می‌خواهیم، آیه‌ای که ما طلب می‌کنیم، اون معجزه ظاهر نمیشه. اینو الله تعالی جواب داد. این جواب سوال دوم است. و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا باذن الله، برای هیچ رسولی این اختیار وجود ندارد و نمیتواند هیچ رسولی ان یأتی بآیة، آیه بیاورد، بنویسید چه آیه تکوینی چه آیه تشریعی، یعنی حتی امری از امور شریعت از خود نمیتونه یک پیغمبر بیاره، از آیات تکوینی هم نمیتواند بیارد، الا باذن الله، مگر به اذن الهی. بس سوال دیگرشون و اشکال دیگرشون این بود که اگر این چنین هست و ما تکذیب میکنیم
ما حق را داریم تکذیب میکنیم، چرا بر ما عذاب نمیاد؟ خب چند وقتی که ما قبول نکردیم، نپذیرفتیم، انکار کردیم، چرا عذاب نیامده؟ اینجا الله جواب میده لکل اجل کتاب، برای هر مدتی و میعادی، هر میعادی مکتوب هست، نوشته شده هست. الله تعالی همه چیز را نوشته. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. الله تعالی اینجا باز جواب سوال چهارم است. بس وقتی که خدا همه چیز را نوشته، مکتوب، وقتی عذاب مشخصه، برای ما هم عذاب میاد، پس ایمان آوردن ما چه فایده؟ برای ما وقتی که فیصله شده که باید ایمان باید عذاب داده بشیم، باید که بر ما عذاب بیاد، پس چرا ما را به سوی ایمان دعوت میده؟ عذاب کی میاد؟ ما ایمان بیاریم، ایمان نیاریم، عذاب مکتوب است، عذاب نوشته شده. الله عزوجل چهارمین این اشکال را و یمحو الله در اینجا جواب میده که الله تعالی همه چیز را نوشته، ولی محو میشه. بعضی چیزها را الله تعالی که فیصله کرده تبدیل میشه، عوض میشه. تقدیر الهی اگر اینها ایمان بیاورند، عذاب از اینها دفع می شود. یمحو الله ما یشاء، آن چیزی که خدا بخواهد از بین می برد، و یثبت، و هر چی که بخواهد ثابت نگه می دارد. و عنده ام الکتاب، نزد او هست ام الکتاب. منظور از ام الکتاب یا لوح محفوظ است، یا علم الهی هست، یا تقدیر است. نزد الله از همه چیز، یعنی در علم الهی نوشته، در لوح محفوظ وجود دارد. و اما نورینک، اینجا تخویف دنیوی هست و خطاب به پیغمبر است. الله تعالی می فرماید ای پیغمبر من، ما چه در حیات شما اونها را عذاب بدیم، به شما نشون بدیم، یا اینکه در حیات شما عذاب ندهیم. علی ای حال، شما وظیفه خودتون را انجام بدید. کار شما بلاغ هست، رساندن مطلب هست، پیام خداست. بعد از اون حساب و کتاب اون با ماست. الله می فرماید و اما نرینک بعض الذین نعدهم، اگر ما به شما نشان بدیم بعضی آنچه که ما وعده کردیم با آنها، او نتوفینک، یا قبل از نزول عذاب ما شما را وفات بدیم، شما را به ملاقات خود ببریم. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، جز این نیست که بر شما فقط رساندن است، و علینا الحساب، بر ما حساب است. لا علیک، حساب و رسیدگی به امور اونها این بر ما هست. حال الله تعالی یکی از دلائل حقانیت و صداقت پیغمبر را بیان می فرماید. اون اینه که اگر پیغمبر از خود بود، از طرف خود بود، هیچ وقت پیشرفت نمی کرد. اگر العیاذ بالله ادعایش ادعای کاذب بود، خب چنین فردی یا افرادی قبلا خواندیم که این فرد یا افراد نهضتش به پیش نمیره، خدا اجازه نمیده. اما این پیامبر را میبینید که هر روز به پیش میره، هر روز میبینید که زمین اونها کم میشه، سرزمین اونها کم میشه. به چه معنا؟ یعنی بلاد کفر فتح میشه، بلاد کفر در سیطره اسلام داخل میشه و زمین از هر طرف بر اونها یعنی عرصه تنگتر میشه. خب این پیغمبر که روز به روز رو به پیشرفت است، این دلیل به چی هست؟ به حقانیت، به صداقت
روزی یکی از قبایل ایمان می آورد، یک روستا، یک شهر، همینطور عرصه بر اهل شرک، بر مشرکین مکه روز به روز چی میشه؟ تنگتر می شود. الله می فرماید اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا آنها نمید بینند که ما نأتی الارض، البته این مقدمه عذاب است، همین که عرصه بر اونها تنگ میشه، انا نأتی الارض، ما به سرزمین میاییم، به زمین میاییم که ننقصها من اطرافها، از اطراف او را کم میکنیم. عرض کردم بهترین توجیه که کم میکنیم به این معنا هست که ما بلاد را فتح میکنیم، بلاد تحت سیطره اسلام و مسلمانان در میان، بلاد شرک، بلاد کفر و هم مسلکان اونها روز بروز کمتر میشن. والله يحكم لا معقب لحكمه، الله همه چیز را فیصله میکند و هیچ کسی نیست که تعقیب کننده حکم الله باشد، او را پیگیری کند. و هو سریع الحساب، اون ذات سریع الحساب هست. الان درباره این ننقصها من اطرافها یا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، منظور از ارض چی هست؟ تفسیر خازن نوشته یعنی ارض الشرک، منظور از ارض یعنی ارض الشرک. قال اکثر المفسرین المراد منه فتح ارض الشرک، اکثر مفسرین گفتن منظور از این آیه فتح بلاد شرک است. فإن ما زاد في دار الاسلام فقد نقص في دار الشرك. خازن هرچی که در دار الاسلام اضافه میشه به همون مقدار از دار شرک چی میشه؟ کم میشه. پس این هست نأتی الارض. بله. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. الله می فرماید که اینها قبلا هم این نیرنگ ها را، توطئه ها را کردند. قبل از اینها مشرکان، کفار دیگری که بوده در دنیا، اما الله می فرماید فلله المکر جمیعا، یعنی تدبیر، برنامه ریزی فقط و فقط برای الله است. اون تدبیری که الله بفرماید، اون مکری که خدا داشته باشد، اون عملی میشه، اون مؤثر میشه. یعلم ما تکسب کل نفس، اون خدایی که از همه احوال شما خبر دارد، میداند آنچه که هر نفسی کسب میکند. و سیعلم الکفار لمن عقب الدار، ان قریب کفار هم میدانند که نیک انجامی برای چه کسی هست. عقب الدار، عاقبت نیک دار، دار منظور دار آخرت است. عاقبت نیک دار یا انجام نیک برای چه کسی هست. باز هم اعاده انکار رسالت. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگویند شما پیامبر خدا نیستی، شما فرستاده خدا نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، الله کافی است از نظر گواه بین من و بین شما. گواهی خدا کافی است که تو رسول به حق خدا هستی، فرستاده به حق خدا هستی. همچنین و من عنده علم الکتاب، گواهی اون کسی که علم الکتاب نزد او هست. علم الکتاب نزد کی هست؟ بعضی گفتن منظور جبرائیل است، یعنی خدا کافی است و جبرائیل امین. بعضی گفتن و من عنده علم الکتاب، علماء راستین اهل کتاب مراد هستند، یعنی خدا کافی است و علماء اهل کتاب و پیروان راستین اهل کتاب که گواهی میدهند. خب این بود سوره مبارکه رعد. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور
نور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل